سلام به همه بچه، خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانالم. بچه تو این ویدیو قراره بهتون آموزش خرید ماشین در نید فور اسپید هیت پلیستیشن 4 بدم. پس منتظر باشید که بریم ببینیم این آموزش خفنو. بچه برای این کار اول وارد بازی میشید، بعد رو پد وسط دسته میزنید. از اینجا توی مپ میاد این بخشی که دو تا دسته، رو اینجا میتونید هم مارکش کنید و با ماشین برید، همین که مثلث بزنید سریع تلپورت کنید. من برای اینکه ویدیو طول نکشه تلپورت میکنم. خب اینجا که رسیدیم آر بالا صفحه که نشون میده رو میزنیم تا وارد جایی که ماشین رو میشه خرید بشیم. وارد که شدید اینجا ماشینا و با قیمت های متفاوت و سرعت های متفاوت و اینا رو همش رو مشخص کنید. مثلا این ماشین قیمتش رو زده 18,000 ساعت، تو سمت چپ بالا زده 100. اینا جزئیات رو کامل نوشته، شما میتونید ببینید و بخرید. و اینکه اول بازی همه ماشینا وا نیست، شما باید لولتون رو ببرید بالا تا ماشین هم متفاوت براتون باز بشه. مثلا الان من کامل ماشین رو برام وا نیست. که ماشین آخری مثلا گفته لولت باید 28 بشه، یکی گفته 32، بیشتر گفتن 40 و 36 و اینا، که ماشین لامبورگینی و پورش و فراری های خفن براتون باز بشه. چه اگه این ویدیو خوب بود و خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.